در محله با نام کابل کوچک در شهر دهلی پناهجویان افغانستانی حس می‌کنند که همسایه‌های طالبان مناسبت خود را به این رژیم تغییر می‌دهند. تا سال 2023 در سفارت افغانستان در دهلی دیپلمات‌های حکومتی پیشین کار می‌کردند. بعد بازگشت طالبان و غصب حکومت اکثر کارمندان سفارت در خارج پناهجو شدند و به سفارت نمایندگان طالبان صاحبی کردند. حالا پناهجویان علاج دیگری بجز مراجعت به کنسولگری افغانستان ندارند. مشکلات زیاد میشه. خب پاسپورت نباشه اول خب پلیس چیزت میکنه، دیپورتت میکنه میگه تو پاسپورت نداری. محمد سلیم میگوید از زمان آمدن طالبان نرخ کاری کنسولگری گرانتر شد. این تنها نیست و با وجود اعتراف نشدن طالبان از طرف جامعه بین المللی، بعضی کشورهای همسایه افغانستان همکاری را با طالبان برآمدند. ماهی انور چین اول شده اعتمادنامه فرستاده طالبان را در پکین قبول کرد. ماهی انور در کابل جلسه با اشتراک دیپلمات‌های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه برپا شد و گروهی بین المللی تحقیق بحران‌ها همکاری با طالبان را یک امر ناگزیر نامید. کشورهای منطقه بجز همکاری علاج دیگری ندارند. هر چیزی که در افغانستان میگذرد همان زمان به خود آنها تاثیر میرساند، هم در تجارت و هم امنیت. همکاری منطقه با طالبان هر قدر دشوار هم نباشد ضرور است. همزمان تحریم‌های غرب به ضد طالبان پای برجا بوده. افغانستان از نظام بین المللی بانکی کنده است، چون طالبان حاکم بر کشور را برای پایمال کردن حقوق مردم به خصوص حق زنان و دختران تنقید می‌کنند. برخی تحلیلگران میگویند هرچند برای کشوری دموکراتی مثل هند همکاری با طالبان ناخوشایند است، ولی از منفعت هم خالی نیست. هند در فکر دستیابی به ذخیره‌ها و نفت آسیای مرکزی است. این منفعتداری به پایگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شدن افغانستان نیست، چون بعداً دهلی را هدف قرار می‌دهند. دورنمای زودرس و میان مدت این است که افغانستان یک کشور بای از معدن طبیعی است و همه می‌دانند که آینده اقتصادی منطقه در ارتباط با هم است. اگرچه زندگی برای بعضی ساکنان کابل کوچک در دهلی آسان نیست، آنها همکاری با طالبان را غیر قابل قبول مینامند. احمد پرویز پیش از ترک افغانستان یک مربی ورزشی بود. مشکلی ما زیاد است چون جای کار نداریم، برای خوراک و پول خانه پول نداریم. ما همه یک افسردگی سخت داریم. احمد پرویز میگوید چون برای نداشتن ریش طالبان با او تهدید کرده اند، دیگر به افغانستان برگشتنی نیست.